امروز من رفتم اداره مهاجرت، یک کاری داشتم، گفت هویتت کجاییه؟ بیرق هزارستان دایش نشون دادم، گفتم اینجا هزارستانم، از هزارستان هستم. زد در روی کامپیوتر گفت وجود خارجی نداره. گفتم بیرق است که مطمئنی؟ گفت نه وجود خارجی نداره. گفتم بان پرچم دیگه ازش نشون بدم، پرچم مقاومتی و پنشیر بهش نشون دادم، گفتم من از اینجا هستم، داش میگن خراسان. زد گفت وجود خارجی نداره. گفتم بابا تو بیرق است که؟ گفت اون چیزی که داخل پاسپورتت نوشته شده، داخل اوسوایست نوشته شده چیه؟ گفتم افغانستان. گفت ها لال مردی، خب از اول بگو همین دیگه، هزارستان و پنشیرستان و چرت و پرتا چه بیرقا چه دم نشون میدی؟ گفتم بابا ما با این بیرقا تا سوشال میدیا ما سگ واری پاچه همدیگر میگیریم، چطور میگیم وجود نداره؟ مردما کون خود در تیک تاک دارن پاره میکنن مردم ما، گی بیرق در رسمیت مردم بشناسن. گوی بیرق بگی لوله کن، باز بگو دکون همونایی که خود دارن برای بیرقا پاره میکنن. ایره میخواستم بگم شما که بیرق بازی و هزارستان و نمیدونم قوم پرستی و پنشیرستان و خراسان را انداختید، و خدا اینه یک مشتلقه که بیش نیستید، یک مشتلقه که لندغر بیکار بیش نیستید که صبح تا شب کارتون در سوشال میدیا لایف رفتن و قوم پرستی. تو یک بار بیا ما هزارستان تا رو اکچوال روی نقشه دم نشان بده کجاست، بیرقش نشان بده کدام کشور قبول داره به رسمیت میشناسه، یا مو خراسان یا مو پنشیرستان. اون بیرق هم بیرق بازی که میکنید، برو یک بار اون بیرق خراسان یک جا نشان بده، بگو بیرق کشور میگه جمع کو بیرق میرق بیا برو بیرون بابا، همه قدر همی اندازم بیشتر نه، و خدا اینه یک خراسان بیشتر نیست، هم خراسان جنوبی شمالی رضویه که قانونا حساب کنی ما تو نقشه مال ایرانه که جدا از افغانستان کو هم استان تازه کشور حساب نمیشه. شما آمدید در مجازی جوان آلمانی رو سعی کو، جوان ترک سعی کو، مشغله‌هاشون چیه؟ جوانای کسمشنگ کسخال بیرق باز قوم پرست ما رو سعی کو، مشغله‌هاشون چیه؟ صبح تا شب قوم پرستی و بیرق بازی. و خدا همینایی که در سوشال میدیا تعصب بیرق میکشن، کدامشون دیده یک کدامشون شما دم نشون بده آدم واری گپ میزنه، آدم واری لباس بپوشه، و خدا قواراشون کلش رقم دزدای خیابانیه، شلوار پلنگی و نمیدونم اسکت و فلان. مگه آمدی جنگ اروپا آمدی مثل آدم زندگی کنی؟ اگه آمدی اینجا تعصب قوم و نمیدونم جنگ و فلان، خب برگرد برو افغانستان. میخوای اصالتت حفظ کنی، اصالت تو شخصیتته، اصالت تو توی صحبت کردنته، اصالت تو توی شیک لباس پوشیدنته، نه که تو بی لندغرا ولی تیپ بزنی بیرق در سر کونت بگیری سرک خیابان بدو چهار تا جوون میگیری زیر هم بیرق تعصبی میکنین میفرستینش جلو، قوم پرستش میکنین. اگه همون جوانی که شما قوم پرست کردید همون تعصب بیرق کردید بره یک بلای سرش بیاد، همین قوم پرستی جواب پدر مادرش شما چهار تا لندغر مجازی میدید که آخرم هیچ چیزا نداره. من میگم زنده باد افغانستان، زنده باد بیرق سرنگ.